سلام دوستان عزیز، روزتون بخیر و شادی. من سالهاست در این حرفه و شغل مشغول هستم. شغل بسیار خوب و راحتی هست. این شغل ضمن اینکه خیلی راحت هست برای تمرکز انسان بسیار مفید است. این شغل برای خانم ها و هم برای آقایون بسیار خوبه. اون دسته از افرادی که بازنشسته شدن و میخوان یک شغل آرام و بی درد سر داشته باشن، من این شغل رو براشون پیشنهاد میکنم. واقعا از افسردگی جلوگیری میکنه. با اون رنج هایی که سر کار داره انگار توی طبیعت داره قدم میزنه. من میخوام این شغل رو برای شما عزیزان آموزش بدم. نیاز نیست برین خودتون دار تهیه کنین و چله چشی کنین. من جاهایی رو میشناسم که چله چشی شده آماده هست. برین گشن آدرس میدم، برین تهیه کنین و برای خودتون بذارین یه گوشه از منزلتون. هر وقت حوصلتون سر رفت و یا خدای نکرده عصبانی شدین، برین بشینین آرام آرام گره بزنین و تمرکزتون میاد سر جای و بسیار آرام میشین. من میخوام جلسه بعد براتون آموزش گره زدن رو یادتون بدم. مهم گره زدن است. اگه دوست داشتین با نقشه بافتن، من میخوام نقشه رو براتون یادتون آموزش بدم. و اگر گره زدن رو یاد بگیرین، میتونین هر آنچه که دوست دارین ببافین. هر چیزی توی ذهنتون هست میتونین طبیعت ببافین، میتونین دریا، کوه، هر چی دوست داشتین، اون چه ذهنتون هست توی ذهنتون هست میتونین اون رو ببافین. دوستان عزیز، لطفاً با من همراه باشین. با یک شغل بسیار پردرآمد و بسیار زیبا در کنار هم یاد بگیریم. انشالله شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا جلسه بعد آموزش گره زدن رو در کنار هم یاد میگیریم.